من و شما و حیوانات چجوری به وجود اومدیم؟ اصلا چجوری گونه جدید به وجود میاد؟ این همه تنوع در حیات از کجا میاد؟ میخوام از زندگی صحبت کنم. البته زندگی روی زمین یه داستان پر از تغییر و شگفتی. از همون اول موجودات زنده روی جو و آب و هوا تاثیرگذار و تاثیرپذیر بودن. جابجایی قاره ها و بالا پایین رفتن سطح اقیانوس ها رو دیدن، برخورد شهاب سنگ ها رو تجربه کردن، زمستان ها و تابستان های سخت رو پشت سرم گذاشتن و برای زنده موندن هیچ راهی نداشتن جز اینکه خودشون رو با شرایط جدید محیطشون وقف بدن. تکامل و فرگشت، فرآیندی که میلیون ها سال در جریانه و هنوزم ادامه داره. بخوام ساده بگم، فرگشت یعنی تغییر در طول زمان. همین فرگشت باعث شده که امروز این همه گونه‌های متنوع توی طبیعت ببینیم، هم تو فسیل‌های قدیمی، هم تو دنیای زنده امروزی. این مفهوم یکی از پایه‌های زیست شناسیه و همچنان داره کمکمون میکنه تا دنیای زنده اطرافمون رو بهتر درک کنیم. وقتی برای اولین بار بحث تکامل به عنوان یک ایده علمی مطرح شد، یه انقلابی تو علم پا کرد. چارلز داروین و آلفرد راسل والیس اولین کسانی بودن که تونستن قطعات این پازل رو کنار هم بذارن و نهایتاً یه توضیح نسبتاً جامع در مورد چگونگی رشد و تنوع حیات در کره زمین رو ارائه بده. اما خب علم که هیچ وقت متوقف نمیشه، همیشه در حال نقد خودشه، اشکالاتش رو شناسایی میکنه، خودش رو کاملتر میکنه، هیچ تعصبی روی خودش نداره و به محض دیدن شواهد و دلایل جدید نظراتش اصلاح میکنه. و به همین دلیل توی 165 سال گذشته ما خیلی چیزهای بیشتری در مورد تکامل فهمیدیم و این نظریه همچنان داره خودش رو کامل و کاملتر میکنه. ابر نظریه‌ای که کلیات اون بارها و بارها و به روش‌های مختلف مورد بررسی و تایید قرار گرفته و بی تعارف بهتون بگم در قرن 21 قبول نداشتن نظریه تکامل از یک زمین تختگرا بودن هم بدتره. حالا سوال اینجاست که تکامل چجوری کار میکنه؟ موتور متحرکش چیه؟ اصلا چطور به نظریه تکامل رسیدیم؟ آیا داروین یه تنه کشفش کرد؟ خب داروین و والاس دو تا طبیعت شناس بریتانیایی بودن که دیدگاهشون درباره طبیعت تحت تاثیر سفرهای خیلی طولانی اکتشافیشون شکل گرفت. داروین به آمریکای جنوبی و جزایر گالاپاگوس سفر کرد، والاس به آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا رفت و هر دوشون بعد از سالها مشاهده و تحقیقات یه چیز خیلی جالب متوجه شدن. گونه‌های شبیه به هم توی محیط‌های مختلف یه تغییرات کوچیکی میکردن که کمکشون میکرد تو محیط خاص بهتر زنده بمونن. به عنوان مثال داروین متوجه شد که تو جزایر مختلف گالاپاگوس ساز منقار فنج‌ها با هم متفاوته، یا لاک پشت‌ها نسبت به جزایر مختلفی که توی زندگی میکنن یه تفاوتایی داره. از اون ورم والاس فهمید که میمونه‌های این ور رودخونه آمازون با میمونه‌های اون ورش مثلا یه فرقایی دارن و در نهایت هر دو به این نتیجه رسیدن که این گونه‌ها از یک جد و نیای مشترک به وجود اومدن و به دلیل شرایط و محیط‌های نسبتاً متفاوتی که درش زندگی می‌کردن به شکل و شمایل مختلفی تغییر پیدا کردن. مثلا تو جزیره‌ای که حشرات یا مثلا گل زیاد بوده، منقار فرنج‌ها درازتر بوده که بتونن شهد گل رو بمکن و از اون ورم حشرات رو مثلا سوراخ سنبه‌ها بهتر بتونن شکار کنن. ولی مثلا تو جزیره بغلیش که میوه و تخم گیاهان بیشتر بوده، منقارشون درشت‌تر بوده که بتونن راحت‌تر بشکننش. یعنی به مرور زمان اونایی که منقارشون ضعیف بوده نمیتونستن این میوه رو بخورن و میمردن و اونایی که منقارشون بزرگتر بوده زنده میموندن و شانس زاد و ولد رو داشتن و همین ژن‌ها و ویژگی‌هایی که باعث شده بود تو اون محیط بهتر سازگار باشن و زنده بمونن رو از طریق تولید مثل به نسل‌های بعدی منتقل می‌کردن و کم کم در طول مدت زمان فنج‌های اون جزیره نوک متفاوتی از فنج‌های مثلا 4 تا جزیره اونورتر داشتن. البته داروین و والاس علاوه بر مشاهدات و تحقیقات خودشون از خیلی از دانشمندان زمان حال و حتی گذشته هم الهام گرفته بودن. مثلا ژورژ کویه که درباره تغییر و انقراض گونه‌ها تحقیق می‌کرد، یا چارلز لایل که نشون داد زمین خیلی خیلی قدیمی در چیزی که قبلا فکر می‌کردیم. از همه مهمتر لامارک ایده‌ای درباره چگونگی تغییر گونه‌ها رو ارائه کرد، یا توماس مالتس اصلا مفهوم رقابت در منابع محدود رو مطرح کرد. و داروین و والاس با کنار هم گذاشتن همه این اطلاعات به این نتیجه رسیدن که انتخاب طبیعی natural selection همون مکانیزمیه که باعث تغییر گونه‌ها میشه. اصلا انتخاب طبیعی یکی از 4 نیروی اصلی تکامله. حالا چجوری کار میکنه؟ تو سال 1858 در لندن دانشمندان یه مقاله‌ای رو نوشتن و اصول انتخاب طبیعی رو توضیح دادن. تو هر جمعیتی از گونه‌ها یه سری تفاوت‌های طبیعی بینشون وجود داره و یه سری از همون تفاوت‌ها باعث میشه بعضیشون بیشتر از بقیه زنده بمونن و تولید مثل کنن و همون ویژگی‌های خودشون رو که باعث شده بود بهتر با محیطشون سازگار بشن رو با تولید مثل به نسل‌های بعدی انتقال بدن. در نتیجه همینجوری تو نسل‌های بعدی اون گونه این ویژگی‌ها بیشتر و بیشتر میشد، یا برعکس ویژگی‌هایی که به دردشون نمیخورد کمتر و کمتر میشد. یعنی باعث میشه برخی صفات تو اون گونه‌ها به دفعات بیشتر یا حتی کمتر تکثیر بشه و باعث میشه گونه‌ها با گذر زمان تغییر کنن که به این سلسله از تغییرات میگیم خرد فرگشت، ماکرو اِوولوشن، یعنی روندی که یک گونه به تغییرات محیطش واکنش نشون میده.
حالا وقتی این تغییرات کوچک در مقیاس بزرگتر و در مدت زمانهای خیلی طولانی جمع بشه، منجر به ایجاد ساختارهای بدنی کاملا جدید تو اون گونه میشه. یعنی به وجود اومدن گونه‌های جدید، همون گونه‌ها و الگوهای گسترده‌ای که در درخت حیات میتونیم ببینیمش. یعنی تو مقیاس بزرگتر و با گذر زمان این ماکرو اِوولوشن میتونه تبدیل شه به ماکرو اِوولوشن یا همون کلان فرگشت که باعث به وجود اومدن گونه‌های جدید میشه. حالا نکته جالب اینجاست که تو دهه 1850 وقتی داروین و والاس داشتن رو تکامل و انتخاب طبیعی کار میکردن، هنوز نمی‌دونستن صفات چطور به نسل بعد منتقل میشه. چون اصلا اون موقع ژنتیک مفهوم خاصی نداشت، اصلا رشته‌ای مستقل به نام علم ژنتیک نداشتیم. و داروین و والاس هم توضیح مناسبی برای نحوه انتقال صفات از والدین به فرزندان نداشتن. اما یه راهب به اسم گرگور مندل موقعی که داشت روی یه سری گیاه نخود فرنگی آزمایش میکرد تا بفهمه وراثت چجوری کار میکنه، متوجه شد وقتی موجودات تولید مثل میکنن صفاتشون همجوری ساده با هم ترکیب نمیشن، بلکه یک سری از صفات به صورت مجزا و به تعداد و شرایط متفاوت و بعضا طبق یه الگوی خاصی به فرزندان منتقل میشن. جالب اینجا بود که تحقیقات مندل تا اواخر قرن 19 چندان مورد توجه قرار نگرفت و قرن 20 بود که اهمیتش برای زیست شناسان مشخص شد و همین نسل جدید دانشمندان بود که شروع به تحقیق در مورد ژنتیک کردن و درک ما از تکامل و فرگشت رو به سطح جدیدی بردن و زمینه پیدایش نظریه تکامل مدرن رو فراهم کردن. یکی از همین دانشمندان توماس مورگان، زیست شناس معروف آمریکایی بود که به جای نخود فرنگی روی مگس‌ها تحقیق می‌کرد. ایشون تو سال 1910 موقع پرورش مگس‌ها و تحقیقاتی که روی زاد و ولدشون انجام میداد، یه مگس پیدا کرد که به جای چشم‌های قرمز چشم‌های سفید داشت. اینجا بود که مورگان فهمید این تغییر یک نوع جهش ژنتیکی بوده، یعنی یه تغییر تصادفی تو ژن‌های اون مگسه باعث شده به بقیه فرق داشته باشه و بعد از این اتفاقا میتونستی این ویژگی رو توی تعدادی از مگس‌های نسل بعدش هم ببینی. و مورگان به درستی حد زد که جهش‌های ژنتیکی یکی از منابع اصلی تفاوت بین موجودات زنده هستن و این تفاوت‌ها همون چیزیه که انتخاب طبیعی روشون اثر میذاره. یعنی جهش‌های مفید باقی میمونن و اونایی که ضرر دارن و یا مثلا اصلا به درد اون محیط نمیخورن به مرور از بین میرن. پس تا اواخر قرن 20 ما 2 تا از 4 نیروی اصلی تکامل رو شناسایی کرده بودیم. داروین و والاس انتخاب طبیعی رو مطرح کرده بودن، از اونورم مورگان جهش ژنتیکی رو کشف کرده بود. ولی از اوایل قرن 20 دانشمندان دیگه هم به درک ما از تکامل اضافه کردن. رونالد فیشر و جان هالین با رویکرد ریاضی به انتخاب طبیعی پرداختن و با استفاده از همون ایده‌های مندل در مورد وراثت محاسبه کردن که انتخاب طبیعی در جمعیت‌های بزرگ با چه سرعتی و با چه میزانی روی تغییرات گونه‌ها اثر میذاره. یه نمونهش تحقیقاتی بود که در مورد پخش شدن ژن رنگ تیره پروانه‌های انگلستان انجام شد. چون زمان در انگلستان آلودگی محیط باعث شده بود پوست درختانی که این پروانه‌ها رو زندگی می‌کردن تیره بشه. در نتیجه کم کم پروانه‌های سفید رنگ که روی پوست تیره درختان تابلوتر بودن خورده می‌شدن و پروانه‌های تیره رنگ زنده می‌موندن و ادامه نسل می‌دادن. یعنی بیشتر ژن مربوط به رنگ تیره این پروانه‌ها پخش می‌شد و به وسیله همین مطالعات و تحقیقات بود که فیشر و هالین فهمیدن انتخاب طبیعی تو جمعیت‌های بزرگ آهسته عمل می‌کنه ولی می‌تونه به طور نسبتاً یکنواخت روی جمعیت بزرگی تاثیر بذاره. همون زمان هم تو آمریکا آقای سولرایت داشت به این فکر میکرد که تکامل تو جمعیت‌های کوچکتر و جدا افتاده چطور کار میکنه و چند تا تحقیق هم روی پرورش و زاد و ولد یه سری از حیوانات از جمله خوکشه هندی انجام داد. و در نهایت مطالعات ریاضیاییش تو ژنتیک باعث شد که یه ایده مهم دیگه کشف کنیم، ژنتیک دریفت یا همون رانش ژنتیکی. دیگه وقت میشه وارد جزئیاتش بشیم ولی خلاصش میشه این: فراوانی ژن تو جمعیت‌ها بعضی وقتا به طور کاملا شانسی و تصادفی تغییر میکنه و فهمید که این تغییرات تو جمعیت‌های کوچک اثر خیلی بیشتری داره تا تو جمعیت‌های بزرگ. یه ایده مرتبط دیگه که اواخر دهه 1930 مطرح شد ژنتیک فلو یا همون جریان ژنی بود. یعنی انتقال ژن‌ها بین جمعیت‌ها به واسطه مهاجرت. مثلا وقتی اعضای جمعیت از یه گونه مثلا پلنگ‌های تگزاس با اعضای یه جمعیت دیگه مثل پلنگ‌های فلوریدا جفتگیری میکنن، ترکیب ژنی جمعیت‌های پلنگ‌های فلوریدا تغییر میکنه. پس جریان ژنی هم یکی دیگه از نیروهای اصلی تغییرات تکاملی. تو سال 1937 هم یه زیستشناس دیگه‌ای به نام دوبژانسکی وقتی داشت در آزمایشگاه هانت روی مگس‌ها کار میکرد متوجه شد که جمعیت مگس‌های کشورهای مختلف از نظر ژنتیکی با هم فرق دارن، با اینکه در ظاهر شبیه هم هستن و یه جوری از یه گونه هستن. ولی وقتی مگس‌های کشورهای مختلف سعی می‌کردن با هم تولید مثل کنن اونقدر موفق نبودن، چون با اینکه شبیه هم بودن ولی از نظر ژنتیکی گونه‌های متفاوتی محسوب می‌شدن. یعنی همونطوری که گفتم توی هر جمعیتی به طور طبیعی جریش‌های اتفاق میفته که باعث ایجاد تنوع میشه.
اگه این تغییرات مفید باشن یا حداقل ضرری نداشته باشن، شانس بیشتری دارن تا تو جمعیت باقی بمونن. حالا اگه یه جمعیت از بقیه جدا بشه، این تغییرات فقط توی همون گروه باقی میمونه و در عین حال جهش‌های جدید هم ممکن دوباره به وجود بیاد، ولی این تغییرات دیگه به کل جمعیت اون گونه منتقل نمیشه و بعد از یه مدت این گروه که از بقیه جدا افتاده بودن اونقدر در نظر ژنتیکی با بقیه گروه‌ها و گونه‌ها فرق میکنن که اگه بخوام با اونا جفتگیری کنم ممکن دچار مشکل بشن. و اگه این روند برای مدت خیلی طولانی ادامه پیدا کنه، این جمعیت دیگه کلا نمیتونه با بقیه گونه‌های مشابه خودش جفتگیری کنه. در نتیجه دیگه یه گونه جدیدی محسوب میشه. پس در مجموع مطالعات و تحقیقات فیشر، هالدین و رایت و بقیه بروجه دانشمندان و با کنار هم گذاشتن همه مدارک و شواهد ژنتیک و کلا تاریخ طبیعی از جانورشناسی و گیاهشناسی بگیر تا زمینشناسی، به نظریه سنتز مدرن رسیدیم. نظریه‌ای که تمام کشفیات مربوط به ژنتیک و انتخاب طبیعی رو کنار هم گذاشت تا توضیح بده چطور تکامل در موجودات زنده اتفاق میفته. البته که این نظریه با گذر زمان تغییراتی هم کرده و خواهد کرد، ولی هنوز هم پایه اصلی درک امروزی ما از تکامل محسوب میشه. و در نهایت در سال 1953 اتفاقی افتاد که به یک باره درک ما از ژنتیک عمیق‌تر شد، چون ساختار دی ان ای کشف شد و فهمیدیم که اصلا چطور کار میکنه. حالا دیگه میدونستیم جهش‌های ژنتیکی وقتی اتفاق میفتن که موقع تکثیر دی ان ای یه اشتباه تصادفی رخ بده که دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشم. خب جمع‌بندی صحبتام رو بخوام در یک دقیقه بگم اینه که نچرال سلکشن یا همون انتخاب طبیعی فقط یکی از مکانیزم‌های تکامله و در کنار اون جهش ژنتیکی، رانش ژنتیکی و جریان ژنی هم نقش مهمی دارن. کشف همین 4 تا موضوع باعث شد که در کمتر از 200 سال درک ما از زندگی و تغییراتش و دلیل تنوعش به طور کل دگرگون شه و فهمیدیم که موجودات زنده خودشون رو با محیطشون سازگار میکنن و زمان یکی از مهمترین عوامل تو این تغییره. به همین خاطر مطالعه گذشته میلیون ساله زمین و موجوداتش و تغییراتش کلید اصلی ما برای فهمیدن حیات و آینده حیات محسوب میشه. پس خواهشاً نپرسید تحقیقات رو دایناسورها چه فایده‌ای داره؟ فایده زیاد داره. خلاصه که تکامل همیشه در موجودات زنده بوده و هست و خواهد بود. یعنی فقط مربوط به گذشته نبوده و تو دنیای امروزی هم می‌بینیمش. من و شما، همه حیوانات و کل موجودات زنده، از گیاهان بگیر برو تا باکتری‌ها، همه در حال فرگشتیم. اصلا دلیل این که باکتری‌ها نسبت به آنتیبیوتیک‌ها مقاوم میشن دعای خیر پدر مادرتون که نیست، به خاطر همین تکامل فرگشتشونه دیگه. حالا رسیدیم به اصل مطلب. همه اینا رو گفتم که به این نتیجه گیری آخرش برسم. قبلش اینو بگم که تمام صحبت‌هایی که در این ویدیو کردم خلاصه 4 فصل از 24 فصل کتاب آنچه داروین نمیدانست بود. یک کتاب فوق‌العاده جذاب و مفید در خصوص تکامل فرگشت که میتونه دید عمیقی به شما بده که به زبان فارسی هم ترجمه شده. پس خواهشاً به همین ویدیو بسنده نکنید. من اینجا بیشتر از انتخاب طبیعی صحبت کردم، نچرال سلکشن. یه مبحث جذاب و مهم دیگه هم در این کتاب هست به نام انتخاب جنسی، سکشوال سلکشن. الان طاووس نر چرا باید این همه پر و بال بزرگ و مثلا رنگی منگی داشته باشه وقتی هم سرعتشو میگیره، هم مثلا تابلوترش میکنه و شانس شکار شدنشو بیشتر میکنه؟ پس فایدهش چیه؟ چون باهاش مخ طاووس‌های ماده رو میزنه. یعنی این پر و بال پر زرق و برق حکم سیکس پک رو براش داره و شانسشو برای جفتگیری و ادامه نسلش بیشتر میکنه. تازه تو فصل‌های دیگه این کتاب از تکامل همگر و کلی موضوعات مرتبط دیگه با فرگشت صحبت میکنه. خلاصه کتاب جذابیه که به زبان نسبتاً ساده‌ای هم نوشته شده و برای مخاطب عام هم خیلی پیچیده نخواهد بود. دم انتشارات تلسیپاپ هم گرم که کتابای مفید علمی رو برامون چاپ میکنن. دوستانی هم که مایل به تهیه این کتاب هستن میتونن عدد 1 رو کامنت کنن تا لینک خریدش از انتشارات تلسیپاپ و با تخفیف 15% براتون ارسال شه. خب برگردیم به بخش آخر و نتیجه گیریمون که با یک جمله از همین کتاب شروع میکنم. داروین چیزهای زیادی رو نمیدونست و در برخی موارد هم اشتباهاتی کرده بود، ولی شاید مهمترین چیزی که نمیدونست این بود که نظریه‌اش به بنیان کل علم زیست شناسی جدید تبدیل میشه و شیوه های جدیدی رو در نگرش به این جهان و جایگاه ما انسان‌ها در اون رو برای ما روشن میکنه. این جمله رو باید طلا نوشت. نگرشی که ما انسان‌ها رو با خود واقعیمون آشنا میکنه. بیاین اصلا یه لحظه خودمون رو بدون تعصب و غرور نگاه کنیم. ما کی هستیم؟ چی هستیم؟ نظریه فرگشت درک عمیق بهمون میده که ما هم یکی از میلیون ها گونه ایم که روی این سیاره زندگی میکنن. فقط یه فرق کوچیک داریم. ما یه مغز پیچیده تر داریم. همین. ما نه از نظر قدرت، نمیدونم، نه از سرعت، نه مقاومت، نه حتی سازگاری جزو برترین ها نیستیم. و صرفا به خاطر هوش بالا قدرت رو در دست گرفتیم. دممونم گرم، ولی دیگه جو نگیرتمون دیگه. فکر نکنیم مثلا دنیا رو برای ما ساختن. یه ذره واقع بین باشیم. حقیقت اینه که ما توی سیاره کوچک، توی منظومه معمولی، یه گوشه‌ای از یک کهکشانیم که خودش از بین میلیاردها کهکشانه. یعنی توی این عظمت ما هیچیم. دنیا هم کار خودش ادامه میده، چه ما انسان‌ها باشیم چه نباشیم.
این جهان میلیاردها سال قبل از ما بوده و بعد از ما هم ادامه داره. یادتون باشه این ما نیستیم که واسه دنیا تعیین تکلیف میکنیم. اتفاقا این دنیاست که بهمون نشون میده چقدر کوچک و ناچیزیم و البته در عین ناچیز بودن میتونیم از کشف عجایب این دنیا هم لذت ببریم. در نتیجه ویدیو دوم یوتیوب منم که در مورد شگفتی های منظومه شمسی و سیاراتش غافل نشید. دم همتون گرم. در ضمن کتابی که معرفی کردم هم فراموش نشه. فعلا خیلی مخلصیم.